قام للإسلام صرح في بلاد الرافدين. بسم الله و الحمد لله. اما بعد، چرا جوانان مسلمان این گونه شدند؟ چرا لباس، عقل و دل همه متعلق به کفر شده است؟ به خاطر جای و منصب جنگ و دعوا میکنند، اما به خاطر الله جنگ و دعوا نمیکنند. به خاطر کار و بار دنیایی عصبانی میشوند، اما به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم عصبانی نمیشوند. دعا میکنند تا امور دنیویشان ترقی کند، اما دعا نمیکنند که مسلمانان پیروز شوند. کجاست دین ما؟ کجاست عقل ما؟ پس کجاست غیرتت برای دین و نشر و پخش توحید؟ کجاست نشرات تو نسبت ابوبکر، عثمان، علی، عمر، خالد، مصعب رضی الله عنهم؟ در امور دنیا و اخبارات کفار معلومات کافی دارد، اما نمیداند که خالد ابن ولید رضی الله عنه در جنگ موته چقدر شمشیر شکسته و صلاح الدین در ختین چه انجام داده و ابن تیمیه با مغول چه کرده. ولی نمیداند پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد به سرش چه آمده. کجاست دین؟ کجاست محبت و علاقه با الله و رسولش صلی الله علیه و سلم؟ از آنها سوال کن تعداد آیات‌های قرآن چند تا است؟ نمیدانند. از آنها سوال کن تعداد فوتبال بازان مشهور چقدر؟ تعداد آوازخوان‌ها را با تاریخ تولدشان میدانند. سبب نزول یک آیت را نمیدانند. معنای سوره فاتحه را نمیدانند. کجاست دین؟ کجاست محبت و علاقه با الله و رسولش صلی الله علیه و سلم؟ كأنك يا أخ الهجران صلد